خودت رو دوست داشته باش. بارها این جمله رو شنیدیم مگه نه؟ شاید واسهتون این سوال پیش بیاد که یعنی چی؟ یعنی چی من خودم رو دوست داشته باشم؟ یا اینکه اصلا چطوری میتونم خودم رو دوست داشته باشم؟ سلام، من لونا هستم و اینجا پادکست خودت رو پیدا کنیم. قراره با هم صحبت کنیم و خودمون رو لابلای این هیاهو زندگی پیدا کنیم. اگه تا حالا واسه سوال پیش اومده که آیا من خودم رو دوست دارم یا اینکه چطوری میتونم خودم رو دوست داشته باشم، من اینجام تا در موردش با هم دیگه گپ بزنیم. تصور کن که یه بچه کوچولوی دوست داشتنی داری. با این بچه چطوری رفتار میکنی؟ آیا بزرگ بودن بینیشو میزنی تو سرش یا به خاطر چاقش مسخرش میکنی؟ یا اینکه نه، همونطوری که هست دوستش داری و میپذیریش؟ اگه یه وقتی بیاد بهت بگه که من بینیم بزرگه، هیچ وقت برنمیگردی بهش بگی که آره واقعا زشتی و باعث خجالت منی. بهش میگی عزیزم شاید بینیت طبق استانداردهای جامعه نباشه، ولی من تو رو همینجوری دوست دارم. اما اگه اذیت میشی به خاطر بینیت، میتونیم بریم عملش کنیم تا تو خوشگل‌تر بشی و احساس بهتری داشته باشی. درسته؟ این بچه‌ای که تصور کردی دقیقاً کودک درون توئه. با تو داره زندگی میکنه. گاهی گریه میکنه، گاهی لج میکنه، گاهی غر میزنه، نیاز به توجه داره، وابسته آدما میشه، دنبال اینه که همه دوستش داشته باشن. همه کار داره میکنه واسه اینکه یک کوچولو محبت و عشق از بیرون دریافت کنه. چرا؟ چون تو اون عشق و محبتی که میخواد رو بهش نمیدی. چون تمام توجه و محبتی که تو وجودت داری به بیرون داره میره، به آدمای دیگه داره میره، به مادرت، پارتنرت یا دوستات، اصلا هر کسی. توجهت روی اوناست، روی خودت نیست. اولین قدم هایی که برای سلف لاو باید برداری اینه که اول متوجه بشی که سلف لاو یعنی چی. یعنی اینکه با احترام و مهربونی با خودت رفتار کنی، تمام نقطه ضعف ها و نقص ها تو بپذیری. همه ما نقطه ضعف داریم، همه ما اشتباه میکنیم، همه ما اشتباهات زیادی میکنیم، همه ما یه کارهایی در زندگی میکنیم، یه حرفهایی رو یه جاهایی نباید بزنیم میزنیم. باید اینا رو بپذیری، قبول کنی که آقا آدمیم، هممون انسانیم. میشه اشتباه کنم، میشه من حرف بد بزنم، میشه، آدمم، ربات نیستم که. به سلامت جسمت، روحت، روانت و احساساتت اهمیت بدی. چرا سلف لاو مهمه؟ چون که باعث میشه تو توی زندگیت احساس رضایت و آرامش درونی داشته باشی. اضطراب و استرست کم میشه. اعتماد به نفست میره بالا، انگیزت واسه ادامه زندگی، واسه رسیدن به اهدافت زیاد میشه. روابط بهتری با آدما برقرار میکنی و چالش هایی که توی زندگی واسه ایجاد میشه راحت تر با اون چالش ها مقابله میکنی. خب حالا چطوری سلف لاو رو تمرین کنی؟ اولین قدم برای سلف لاو اینه که هر طوری که هستی خودت رو بپذیری و خودت رو لایق عشق و احترام بدونی. با تمام نقطه ضعف هایی که داری خودت رو کامل بپذیر. آقا این منم نقطه ضعف دارم؟ آره نقطه ضعف دارم، آدمم. خب کامل خودت رو میپذیری. دومین قدم اینه که با خودت مثبت صحبت کنی، با مهربونی صحبت کنی. به جای انتقاد کردن از کارهای خودت با خودت صحبت کن، بگو من ارزشمندم، من لایق بهترینم. به سلامتی بدنت اهمیت بده. خوب بخواب، غذای سالم بخور، ورزش کن. اینا پایه‌های مهم سلف لاو هستن. قدم بعدی مرزگذاری سالمه. یاد بگیر در مواقعی که لازمه بگی نه. وقتی که مرز سالم برای خودت تو روابطت ایجاد کنی، این باعث میشه که خودت به خودت احترام بذاری و در نتیجه دیگران هم به تو احترام میذارن به خاطر این احترامی که واسه خودت قائلی. قدم بعدی هم گذشتن از اشتباهاته. همه ما انسانیم، اشتباه میکنیم، اما به جای اینکه خودت رو سرزنش کنی، اون اشتباهاتت رو ببین، بپذیر و تمام تلاشتو بکن که از اون اشتباهات درسشو بگیری به جای سرزنش کردن و انتقاد. حالا توی مسیر سلف لاو یه سری چالش ها هست. خیلی وقتا ما نمیتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم. چرا؟ چون تحت تاثیر قضاوت‌های سخت و انتقادی هستیم. با دیگران مقایسه میشیم، هی حس میکنیم که کم داریم، حالا توسط خودمون یا دیگران.
و آسیب‌هایی که توی گذشته باعث شده اعتماد به نفسمون بیاد پایین و گاهی هم افکار منفی و استرسی که ما رو عقب میندازه. اینا چالش‌هاییه که توی سلف لاو ما باشون مواجه میشیم. برای مقابله با این چالش‌ها باید آگاهی داشته باشیم نسبت به افکار منفی. این اولین قدمه. اولین قدم اینه که بدونی افکار تو جدااً از تو افکارت نیستی. وقتی که خودت رو از افکار جدا کنی و متوجه بشی که اون افکار تو نیستی، خیلی راحت‌تر میتونی کنترل کنی احساساتتو نسبت به اون افکاری که میاد. قدم بعدی تمرین و مراقبه برای آرامش ذهن خیلی کمک کننده است. اگه بتونید از دوستانتون، خانواده‌تون یا حتی یه مشاور کمک بگیریدم خیلی میتونه تاثیرگذار داشته باشه. و همیشه باید به خودت یادآوری کنی که تو لایق عشق و احترامی. همه ما تو هر سطح آگاهی و شعوری که هستیم لایق عشق و احترامیم بدون هیچ شرطی. اصلا مهم نیست شغلت چیه، مهم نیست خانوادت کیه، مهم نیست. مهم اینه که تو لایق عشق و احترامی. اگر تو به خودت عشق و احترام بذاری، در مقابل به دیگران هم احترام میذاری. و اگر کسی به تو احترام نمیذاره، به تو عشق نمیده، مطمئن باش اون در خفای خودش به خودش هم عشق و محبتی نمیده. و در آخر باید بگم که سلف لاو یک مسیر طولانی و نیازمند به تمرینه. اما وقتی که این مسیر رو شروع میکنی، زندگیت پر از انرژی، اعتماد به نفس و آرامش میشه. پس امروز یک قدم کوچیک بردار و با خودت با مهربونی رفتار کن. هر روز که یک قدم کوچیک برمیداری برای نزدیک شدن به خودت، برای عشق دادن به خودت، همون یک قدم کوچیک چند ماه بعد میبینی اصلا قابل مقایسه نیست با امروزت. خودت رو دوست داشته باش. تو لایق عشق و محبتی. همه انسان ها لایق احترام و عشقن. مرسی که همراه هم بودید. اگه دوست داری در مورد موضوعات مشابه بیشتر بدونی، حتما کانال رو دنبال کن و نظرت رو برام بنویس. شاد و سلامت باشید.